به نام آنکه نامی ندارد، به هر نامی که خوانی سر برآرد. درود بر شما. اینجا آرامگاه مردیه که به خاطر باورهاش و اعتقاداتش لباس روحانیت از تنش در میاره و لباس رزم میپوشه و در نهایت کشته میشه. چند روز پیش که در مورد رئیس علی دلواری و مشروطه می نوشتم، به این فکر کردم که تو زمان مشروطه آدم‌های تاثیرگذار زیادی بودن که شونه به شونه نام آشناهای مشروطه جنگیدن. امروز تصمیم گرفتم برم مقبره یکی از این مشروطه خواهان که شاید کمتر کسی نامشو شنیده باشه. پس تا آخر این کلیپ همراه من باشین. من باید برای دیدن این آرامگاه به آب یک میرفتم از جاده قدیم. به خاطر همین از جاده مخصوص به سمت کرج رفتم و از کرج وارد جاده قدیم قزوین شدم و به سمت آب یک رفتم که این آرامگاه بعد از آب یک بود. این آرامگاه در اصل خوابگاه ابدی میرزا حسن بود که به دلیل مجاهدت هایی که برای مشروطه انجام داد و همینطور همراه شدنش با سپاه آزادیخواه گیلان بهش لقب رئیس المجاهدین دادن. این بنای آرامگاهی یه بخش اصلی داره که تو مرکز قرار گرفته و 2 اتاق سمت راست و چپ بخش اصلی که تو معماری اسلامی به این اتاقهای گوشواره‌ای میگن ساخته شده. بخش اصلی که احتمالاً اتاق آرامگاه هستش یه اتاق 4 گوشه که با طرح 4 فیل گوش ساخته شده و به گفته اهالی کتیبه‌ای هم داشته که متاسفانه از بین رفته و سنگ قبر هم به طور کامل شکسته. زیرزمین این عمارت از 2 بخش تشکیل شده. اولی سردابه است که 2 اتاق داره و این اتاقها از طریق یه راهرو به هم وصل شدن که برای هر کدوم از این اتاقها یه نورگیر شیبدار هم طراحی شده. بخش بعدی زیرزمین آب انباره که به 2 قسمت تقسیم شده و با ملات آجر و ساروج ساخته شده.